أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ششمین گمراهیشون و ضلالتشون اینه که و افترایشون اینه که امام 12 که ازش بتی درست کردن و بارها عرض کردیم که هر کس به امام 12 یا به امامت یا به امام غایب یا به امام زمان یا به صاحب عصر یا به خسرو مجوس معتقد باشه یک بت پرسته، چه بدونه چه ندونه. بلکه رسول اکرم علیه السلام میفرماید که من و تا پیروانم با بصیرت از دین پیروی میکنیم. این چی بصیرته که هیچ کسی ازش خبر نداره؟ این چی بصیرته که در قرآن یک نیمچه اشاره هم دربارش نیست؟ بلکه ضد قرآنه. علتش اینه. و بنا به اعتقادشون محمد ابن عسکری وقتی که 3 ساله بوده غایب شده. بابا یه بچه 3 ساله امام میشه، بچه 3 ساله نیاز به قنداق داره، نیاز به نگهبان داره، نیاز به این داره کسی اونو تمیز کنه. این شد امام؟ مسخره کردن مردم، خالی کردن جیب مردم. بعدا هم مخفیانه همجوری بزرگ شده، مخفیانه هیچ هم ندیده شه. بالاتر از این خداوند همه علوم بهش داده، همه علوم آسمانی رو بهش داده، همه غیب هم بهش داده. تا 70 سال با پیروانش مخفیانه به طور بیسیم ارتباط داشته، حجی مجیلا کرجی. بعدش هم دیده نه اینا سر رو فاش کردن، غیبش داده. و از سال 322 هجری دیگه غیبش زده. بعدم میاد وقتی هم که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. تکلیف بشریت چیه؟ هیچی، اونو نمایندگانش درست میکنه.